بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركین. با این بانگ الهی، با این ندای الهی، پیامبر علیه السلام دعوت آشکارای خود را شروع کردند. در این آیه الله تعالی میگوید که با اون چی دستور داده شده ای آن را آشکار کن و از مشرکان روی تاب. با همین پیامبر علیه السلام بالای کوه صفا برآمدند و بانگ خطری که در اون زمان مشهور بود با عباره وا صباحا این بانگ خطر را گفتند و مردم را در نزد کوه صفا جمع کردند و مردم وقتی این بانگ را شنیدند از هر یک خانه یک نفر آمد. مثلا اگر کسی که رفته نمیتونست از خانه خودش یا کنیزش یا غلام خودش را میفرستاد، چون که پیامبر اونجا هر قبیله را به نام خود ندا کردند، گفتند که یا بنی عبد مناف، یا بنی فهر، یا بنی مخزوم، یا بنی هاشم، یا بنی فلان، هر یک تاشون به نام خود ندا کردن. بنابراین هر یک قبیله نماینده رفت و ابن عباس چگونه که در روایت امام بخاری رحمت الله علیه آمده است میگه که ابولهب و قریش همگی حاضر شدند. یعنی ابولهب رو با یک خاص ذکر میکنه، چون که اینجا خیلی در آخر قصه خواهیم دید اینجا ابولهب یک برخوردی تند با پیامبر علیه السلام داشت. وقتی که مردم جمع شدن پیامبر علیه السلام خواستن که تصدیق سخنان خود را از زبان آنها گیرند. بنابراین گفتن که هی مردم، اگر من برای شما گویم که لشکری در قفای این کوه قرار دارد و میخواهد که به شما هجوم کند و شهر شما را تارمار کند و با یغما برد، شما باور میکنید؟ مردم گفتن که بله ما باور میکنیم، ما از تو دروغ نشنیده ایم، در تجربه چند ساله زندگی که با ما داری باری از تو دروغ نشنیدیم. یعنی این سخنان را پیامبر از اونها میخواستن شنوند، چون که بالی اونها حجت قائم کنند. بعد از آن وقتی که اونها اعتراف کردند که پیامبر دروغی به اونها نگفته است، مادامی که انسان در سخن مردم دروغ نمیگه، چگونه سخن خدا دروغ بگه؟ چگونه با خدا میتواند دروغ بندد؟ پیامبر علیه السلام گفتن که انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم. اگر که این طور باشد، اگر که من دروغگو باشم، شما با زبان خود تصدیق کردید که من اصلا به شما دروغ نگفتم، پس بدانید که من بیم دهنده هستم از عذاب علیم و دردناکی که شما را خواهد رسید مادامی که شما در این روش زندگی جاهلیت خود دوام دهید. ابولهب گفت تبا لک سائر الیوم لهذا جمعتنا. گفت هلاک بود، مرگ بر تو بود که تو ما رو برای همین جمع کردی اینجا. یعنی این برخورد فقط از ابولهب شد، از دیگر مشرکان هیچ برخورد ذکر نشده است. حتی ابن هشام در سیرش میگه که پیامبر علیه السلام رو کسی یگان برخورد بدی نکرد در اینجا جز ابولهب، و تو اون زمانی که پیامبر بت‌های آنها رو چیزی نگفتند کسی از قریش‌ها به دعوت پیامبر کار نداشت. بینندگان عزیز، از اینجا دیگر شروع شد دسیسه ها، فتنه ها، جمع آمد ها، نشست ها، محکوم کردن های پیامبر و نقشه کشی ها علیه پیامبر علیه السلام. دیگر پیمان سازی ها علیه پیامبر و علیه بنی هاشم مشرکان شروع کردند. چرا که این دعوت پیامبر مثل یک ترکیش بزرگی بود که آنها رو به یک حالتی گویم که ناگوار آورد، آنها رو به یک حالتی شاک آورده بود. اونها نمیدونستن تا چی کار کنن، چی کار کنن که پیش این دعوت رو گیرن. پس از این قریش علیه پیامبر جنگ یک طرفه اعلام کرد. جنگ یک طرفه به معنای اون است که اونها دیگر شروع کردن وسیله های رو ایجاد کنن تا اینکه گرویدن مردم به این دین پیشگیری کنن. غیر از ابوطالب دیگر کسی به حمایه پیامبر علیه السلام نخست. ابوطالب هم وعده داده بود. ما هم در حلقه گذشته گفتیم که ابوطالب گرچند که در دین پیامبر نبود، این جواب به سوال یا برادر است که این به ما سوال داده که درباره ابوطالب کمتر وسیع‌تر گپ می‌زدید. البته ما اینجا مقصد ما هدفمون اصلا سیری پیامبر است، لیکن بازم اشاره میکنیم که ابوطالب گرچند که یک مرد خوب بود، مرد بزرگ بود، از پیامبر حمایت میکرد، اونها هم طبق همون عادت‌های قبیلوی اونها به سبب اون که اون پیشوای بنی هاشم بود و مجبور بود که طبق عرف قبیله پیامبر حمایت کند. گرچند که پیامبر به دین او نبودند، لیکن او باید از همچون رعایه عرف و عادت قبیله پیامبر حمایت میکرد. و ابوطالب هم آشکارا به زبان خودش گفت که من نمیخوام که دین پدرم عبدالمطلب رو ترک کنم. اینجا ابوطالب یعنی بزرگ تراشی از نیاگان خود را مسلک گرفت، برای خودش یک راه گرفت و این دین را انکار کرد. حالا در بعضی مانعه هایی که اهل مکه را از دین
به دین گرویدن باز می داشت، باز هم به چیز اشاره خواهیم کرد که بعضی انسان ها به سبب اون که نیاگان خود را بسیارتر اعتماد داشتن، بابای ما، بابا کلان ما فلان بودن، بسمدان بودن، بنابراین این دین قبول نکرد ابو طالب. و این یک البته یک میتونم گفت یک جنایت بزرگی است که انسان برای خودش و برای فرزندای خودش میکند، مادامی که از حساب حق و اعتماد که و پیروی و بزرگداشت بزرگان خودش حق را نادیده گرفت و حق را پشت پا زد. دوستان، ما درباره بعض مانعه هایی که اهل مکه را از گرویدن به اسلام باز می داشت صحبت خواهیم کرد. یعنی چرا پیامبر قبول نکردند؟ چرا اهل مکه با وجود اون که در اون زمان قبیله چگی به درجه عالی بود، شخصی از قبیله اونها برآمد و که پیغمبری خودش رو اعلان کرد، اونها اونو قبول نکردن، با او نپیوستند. یک چند مانع هست. یکی از مانع این است که چگونه که الله تعالی میگه و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، یعنی اونها جهد میکردن، انکار میکردن، لیکن نفس اونها، دل اونها، روان اونها یقین داشت که همین پیامبر است. برای مثال ابی ابن خلف، یکی از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر علیه السلام، روز پیامبر علیه السلام رو دید تهدید کرد و گفت که من تو رو میکشم ای محمد. پیامبر علیه السلام آرامانه در جواب گفتن که بلکه من تو رو میکشم ان شاء الله. و او یقین داشت که این پیغمبر است و او را، یعنی که جهل خودش غرورش نمیگذاشت که به این پیغمبر ایمان بیارن. در جنگ احد وقتی که یک تیر به از طرف پیغمبر رسید، تیر کجای بدنش را خراشید. این مردک چنان به واهمه افتاد که پیش همون بزرگای قریش دویده اومد گفت که مردم، این محمد منو میکشد، من میمرم. این محمد دیگر همون وقت منو وعده کرده بود که من تو رو میکشم ان شاء الله، این تیر به من رسید من میمرم. دیگر گویم که خودش میکشه به اصطلاح، به همین وهم و واهمه که به افتاده بود. مردم گفتن که خیلی یک خراشیده از دیگه هیچ کارو نمیکنه، این تیر تو رو نمیکشه. میگفت که نه، اگر محمد بالای من توف کند من میمرم. میگفت یعنی این یک چیزی با اونها یقینا می‌دونن که محمد علیه السلام تا حالا یگان که دروغ نزده است و تا حالا یگان که نزده باشه که اون کار نشده باشه. مانعی دیگری که مردم قریش از همین ایمان به پیامبر باز می‌داشت، این همون که نیاگان پرستی بود، بزرگ تراشی از نیاگان خود بود. خیلی که از ابو طالب آورده میگه مثال که ابو طالب هم گفت که من دین عبدالمطلب ترک نخواهم کرد، لکن از حمایه پیامبر دست نکشید. یا مانعی دیگر از قبول دعوت این ترسیدن یا اینکه بزدلی بود، چگونه که نمونه آن ابولهب است. وقتی که پیامبر در خانه خودشون بنی هاشم بنی مطلب جمع کردن، ابولهب گفت که ای محمد این کار دست کش، این کار تا بس کن، ما توان تو رو دفاع کردن نداریم، ما نمیتونیم به تمام قبیله ها جنگ کنیم و تو رو از اونها دفاع کنیم. یعنی اینجا ترس مانع شد که ابولهب دین پیامبر علیه السلام رو قبول کند. یک مانع دیگر این کبر است. الله تعالی میگه که مشرکان گفتن که وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مشرکان گفتن که کاش که همین قرآن به مرد از این دو شهر، به یکی از این مردان این دو شهر نازل میشد، یعنی به ولید بن مغیره و یا عروة بن مسعود ثقفی. یعنی کبرشون اونها رو نمیگذاشت. میگفتن که اگر قرآن هم نازل شد باید به بزرگ مردشون ولید و بزرگ مردشون عروة بن مسعود نازل میشد، نه به محمد. یعنی که این یک نمونه کبر است و یک بزرگمنشی هست، از خود بزرگ تراشیدن است. یا مانعی دیگر برادران میتوان گفت که یا مانعی اقتصادی هست یا مانعی اجتماعی هست. یعنی اینجا یک توده مردمی بودن که از همین وضعیت مردم، از وضعیت جاهلیت استفاده میبردن، تجارت خودشون رو پیش میبردن. اونها نمیخواستن که ایمان بیارن، چون که اگر ایمان آورن تجارت اونها زیر خطر میرفت. مثلا انسانی بودن که بت تراش بودن، انسانی بودن که دکانای بت فروشی داشتن، انسانی بودن که تومور فروشی از قفای همین تومور زندگی می‌کردن، انسانی بودن که از قفای سحر و جادو زندگی می‌کردن. همه اینها رو منفعتاشون زیر سوال میرفت وقتی که ایمان به پیغمبر می‌آوردن. به همین نزدیک باز یک مانع دیگر این انسان‌های شهوت پرست و لذت پرست بودن که اینها رو هم اگر ایمان می‌آوردن گویم که شهوت اونها، یعنی که شهوت پرستی اونها رو مانع میشد. مثلا میتوان گفت که به زبان حاضره انسان‌هایی که فابریکه های عرق دارن، انسان‌هایی که فابریکه های پیوه دارن، انسان‌هایی که فاحشه‌خانه‌ها دارن، انسان‌هایی که دیسک کلوب‌ها دارن، برای اونها این چیز یک مانعی هست که چرا که اونها رو از جهت اقتصادی اونها رو کساد میکند اسلام. وقتی اسلام آمد این چیزها که وقتی محکم شد، این چیزها که بسته شد، دیگر زندگی اونها از کجا میشود؟
بنابراین اون زمان هم انسانایی بودن که فاحشه‌خانه‌ها داشتن، مقصد عرق فروشی میکردن، دکان‌های عرق داشتن. اونها نمیخواستن که پیامبر گروند. این یک مانع بزرگی بود. مانع دیگری بود که مردم، بعضی انسانایی که ابله بودن میگفتن که چخیل محمد اینقدر خدا رو یک خدا کرده است، یا اینکه به همین نزدیک میگفتن که چخیل میشود که خدا برای بندش فرستاده میفرستد، نماینده میفرستد. اگر خدا نماینده فرستاده باشد پس برای ما ملائکه فرستاد. قرآن هم در جا میگه که قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین، اگر در روی زمین فرشته ها هم میگشتن آرام آرام میگشتن، برای اونها اگر پیغمبر میفرستادیم از جنس خود اونها میفرستادیم. برای چی پیامبر برای ما از فرشته نآمد؟ اگر از فرشته می اومد برای انسان یک بهانه خوبی میشد. وقتی میگفت که یه روزه دار، میگفت که وای پاکو فرشته است، وای نفس نداره، برای من روزه داشته میتونم، من نمیتونم. وقتی میگفت که نماز شب خوام، میگفت که خیر فرشته است، وای برای نفس که نداره شب و روز یک خیلی از شبم نماز میخونه، روزم نماز میخونه. وقتی میگفت که زنا نکن، میگفت که فرشته است، نفس نداره، زنا نمیکنن، من دیگر انسانم، من برای نفس دارم. یعنی بهانه های پیش می آورد انسان. بنابراین الله تعالی از جنس خود ما پیامبر فرستاد و نشان داد و نمونه کرد که انسان میتواند فلان کنه، انسان میتواند نماز شب خواند، انسان میتواند که خودش از زنا نگاه دارد، از عرق نگاه دارد، از حرام نگاه دارد. این یک نمونه و الگوی خوب برای انسان ها بود. یا شبهه دیگر اساسی این است که اونها با زنده شدن پس از مرگ باور نداشتند. در روایت آمده است که یک گروه جنایتکار متشکل قریش با سرداری ابو جهل و ولید بن مغیره و عتبه و شیبه و عقبه و ابی بن خلف و عاص بن وائل و دیگران نشسته بودند. این یک جنایتکار دیگری به نام ابی بن خلف برام گفت که من گفت محمد شرمنده میکنم. بعد رفت یک استخوان پوسیده رو گرفت پیش پیامبر علیه السلام و استخوان با انگشتای خودش فشرد. استخوان دیگر به خاک مبدل شد، به گرد مبدل شد. گفت تو گمان میکنی که خدا همین چیز از نو زنده میکنه؟ یعنی ذکری همین چیز قرآن جاودانی کرد و گفت و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، یعنی که برای ما مثال زد و آفرینش خودش فراموش کرد. میگه الله تعالی انسان پیش از این آیت گفت که اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه، انسان آیا نمیداند که، آیا نمیبیند که ما او را از نطفه آفریدیم؟ یعنی اینجا به ابی ابن خلف گفته میشد که ابی ابن خلف وقتی که انسان الله تعالی از نطفه آفرید، این نطفه آیا به گوشت و پوست و استخوان و موی و دیگر چی تبدیل نیافت؟ یعنی خدایی که انسان از یک قطره آب به این شکل آفرید، آیا توانی آن را ندارد که باری دیگر از خاک به همین شکل درآورد؟ باز یک مثال عادی که الله تعالی گفت که قل یحییها الذی انشأها اول مره، همون خدایی که بار اول آفریده بود توان دارد که باز اون را دوم بار آفرد به همون شکل، بلکه این آسان‌تر است برای الله تعالی. بعد از مثالای از اطراف انسان ها آورد، اون چی که هر روز میبینند و دربارش میشنوند خودشان اون کارایی میکنند. گفت که الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، که الله تعالی برای شما از یک درختی سبز و تر برای شما آتش می آفرد. این چیزی که عکس است، یعنی که اصلا چیز تر و سبز از اون آتش گرفتن ممکن نیست، لیکن الله تعالی از درخت چنین قدرت رو برای شما داد که از اون درخت تر، از اون درخت سبز شما هیزم بگیرید. اصلا از وای آتش میپرد و هم وای خودش که هیزم بشود. بعد از اون باز الله تعالی باز اشاره کرد به محیط، به اطراف، گفت که اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، آیا خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید توان انسان آفریدن ندارد؟ توان انسان از نو آفریدن ندارد؟ یعنی ببینید چه قرآن زینه به زینه انسان با ایمان تیله میکند. اول گفت که خودت ببین، گفت تو از کجا آفریده شدی؟ گفت از یک قطره نطفه. بعد از اون گفت که آخه خدایی که همین قدرت دارد که از درخت سبز برای شما آتش بیارد، خدایی که آسمان ها را آفرید، خدایی که زمین را آفرید، آیا انسان از نو آفریده نمیتواند؟ خلاصه دوستان عزیز، از این داستانی که گذشته ایم، از این که روایت هایی که آوردیم، انسان به خلاصه میرسد که حق حتما دشمن خواهد پیدا کرد، حق را حتما علیهش جنگ اعلام خواهند کرد که در زمان پیامبر علیه السلام شد و این چیز دوام دارد. و گویا که این دشمن ها، گویا که فرعون ها وصیت میکنن به دیگرشون، خیلی که در آیات آمده است که اتواصوا به
بل هم قوم طاغون. گویا که ایمان آوردن، پیش ایمان گرفتن، پیش دین گرفتن، پیش دعوت گرفتن رو به دیگرشون وصیت میکرده باشن اینها. یعنی که آدمی که از بیرون بیند فکر میکنه که اونها به دیگرشون وصیت میکنن به این راه، به این وسیله، به این نقشه باید که پیش دین گرفته شود. دوستان عزیز، به این ما به مرحله نو دعوت میگذاریم، به مرحله رویارویی و برخورد مشرکا. تا اینجا ما درباره دعوت پنهانی و آشکارشوی دعوت صحبت کردیم و خلاصه از این است که در هنگام دعوت پنهانی تقریبا 60 نفر مسلمان شده بود و با برکت اون که پیامبر صلی الله علیه و سلام بس کوه صفا براندن، مردم آشکارا دعوت کردن، دیگر صحابه کم و بیش به فعالیت آشکارا شروع کردن. تقریبا عددی آنها از حساب همه قبیله های قریش که 12 عائله بزرگ بود تقریبا به 300 نفر رسید که آنها در آینده زیربینای اساسی اسلام خواهند شد. و با همین حلقه امروز من به آخر میرسد. از خدا مسئله میکنم که حلقه ما حلقه مفید باشد و شما را تا حلقه آینده به پناه خدای تعالی میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.